متاسفانه خیلی از خواهران ما در همون اوقات استجابت دعا، اوقات ذکر مشغول هستند در آشپزخانه. یعنی رمضان تبدیل شده به یک ماه پرخوری. در غیر رمضان اگر 2 نوع غذا سر سفره باشه، در افطار شاید 10 نوع غذا را آماده بکنن. یعنی از بعد از ظهر که مشغول میشن در آشپزخانه تا که اذان ملا اذان میده و اینا هنوزم در آشپزخانه هستن. نصیحتی برای خانوما و هم برای شوهرانی که شاید استاد من میگم یعنی کوشش بکنن که قرآن بخونن، ذکر بکنن، 2 کار باش میکنن. غذا هم بپزن. غذا نمیشه. هم غذا بپزن، هم قرآن را گوش کنن. درست. هم غذا بپزن، هم ذکر الله را بکنن. بله. هم غذا بکنه، هم دعا بکنه و این کار را بکنه. باور بکنن که پاداش هر کسی که افطار از اینا را میخوره الله برش میده. اما در حد اعتدال. ولی طبیعیه که اعتدالم باید رعایت بکنه. اعتدالم رعایت بکنه. ولی مهم نقطه ای است که اگر چیزی را تیارم میکنه به خاطر بزرگداشت رمضان است. حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسی که میگه روزداری را افطار بدهد مانند اجر و پاداش او را میگیرد، در صورتی که از اجر و پاداش او چیزی کم نمیشه. هیچ چیز کم. از این خاطر من عرض کردم. گفتم وقتی که لقمه کیانا تیار میکنن، اگر شوهرش بخوره، شوهرش حافظ باشه، قرآن خوانده باشه، تلاوت کرده باشه، ذکر کرده باشه، انفاق کرده باشه، کلش در اکانت از اونم نوشته باشه. زیرا اید افطار داد. این دهنی که بند بود، این به واسطه طعام ازی باز شد. روی اساس تأکید مسئله برای خواهرای ما است که در نیت خود باید زیاد متوجه بوده باشند، به خاطر خدا این کار بکنن. ان شاء الله العزیز پاداش بسیار عظیم را میگیرن.